آخرین پیغمبر الهی، اشرف مخلوقات عالمین حضرت محمد صلی الله و آله و سلم، پس از 23 سال دعوت و مجاهدت و ابلاغ پیام الهی و پس از فراز و نشیب‌های فراوان در راه انجام رسالت بزرگ خویش، سرانجام در روز دوشنبه 28 ماه صفر 11 هجرت، پس از 14 روز بیماری و کسالت، رحلت فرمودند و در حجره مسکونی خویش در جوار مسجدی که تأسیس کرده بودند به خاک سپرده شدند. روزهای پایانی ماه صفر در تقویم اسلامی روزهای بسیار غمبار و یادآور رحلت و شهادت بهترین انسانها و مخلوقات الهی است. وصیت پیغمبر. وصیت پیامبر در مورد انصار اهل مدینه: شما را به رعایت حال انصار توصیه می کنم. آنان رازداران من هستند و حقی که بر عهده آنان بود را ادا نمودند و فقط حق خودشان مانده است. دستور به اخراج مشرکان از شبه جزیره عربستان، نهی از اینکه قبرش به مسجدی تبدیل شود. از آخرین وصیت‌های آن حضرت این بود که فرمود: خداوند یهود و نصارا را نابود کند که قبور انبیای خود را به مساجد تبدیل کردند. من شما را از این کار نهی می کنم. گمان نیک داشتن در مورد الله. پیامبر در بیماری وفاتش این گونه فرمود: نماز و بردگانتان تا جایی که صدایش در سینه حبس می شد و نمی توانست با زبان بگوید. خوابهای نیک بقایای نبوت هستند. فرمود: چیزی از بشارتهای نبوت باقی نمانده مگر خوابهای نیک که بندگان صالح می بینند. توصیه به ابوبکر صدیق برای امامت نماز. وقتی بیماری بر رسول الله شدت گرفت، امر نمود که ابوبکر صدیق که از بزرگترین اصحاب و یار غار و دوست صمیمی آن حضرت بود را برای امامت نماز جماعت جلو بفرستند.